با سلامی دوباره، محمد مهدی الماسی هستم. قسمت سوم از دوره جاوا اسکریپت. این یک قسمت تکمیلی هست که من نیاز دیدم برای این کسایی که برای کسایی که تجربه برنامه‌نویسی دارن یا شناخت کوچیک کمی از دنیا برنامه‌نویسی دارن، میتونن قسمت رو اسکیپ کنن و برن قسمت بعدی. اما برای کسایی که خب از صفر شروع کردن و هیچ در واقع پیش نیازی و پیش زمینه‌ای در حوزه برنامه‌نویسی نداشتن، نیاز دیدم که یک قسمت کوچیکی رو اختصاص بدم برای یک سری پایه ها و مطالبی که شاید آشنا نباشن. اون هم مربوط به تعریف متغیر هست. حالا ما گفتیم که متغیر یک انگار ظرفیه که ما درش مقدار می‌ریزیم، اما شاید سوال باشه که ور، لت و یا به قول معروف در زبان‌های مثل سی شارپ این در واقع استرینگ، اینت دابلی که ما می‌نویسیم چیه؟ به طور کلی در متغیر ما سه قسمت داریم. یک، دیتا تایپمون هست، اینکه نوع مقداری که ما قرار در ظرفمون بریزیم چیه؟ متن، عدد، 0 و 1 بولیان، آرایه است یا آبجکته، و به طور کلی چه نوع مقداری قراره درش بریزیم. مثل اینکه شما مشخص کنید در این ظرف من قراره چی بریزم؟ آب بریزم، روغن بریزم، قراره که غذا بریزم، شما نوعش مشخص کنید. قسمت بعدی اسم هست، یعنی اسم متغیر، اسم متغیری که شما میخواین تعریف بکنید که هر اسمی میتونه باشه و هیچ محدودیتی نداره. در هر زبانی یک سری قوانین وجود داره که ما گفتیم در جاوا اسکریپت شما با عدد مثلا نمیتونی اسم متغیر رو بنویسی. و قسمت سومش ولیوه، مقداری که شما داری به اون نوع مقدار دیتا تایپ اساین میکنی. مثلا شما در اینجا میبینید نوشتم ور، اسم متغیرم، وریبل نیمم و ولیو و مقداری که دارم می‌نویسم. خب ور که یک نوع مقدار، در واقع مقدار نوع نیست، نه استرینگ نه نامبره. پس چرا ما اینجا نمی‌نویسیم استرینگ؟ چرا نمی‌نویسیم مثلا اینت که واسه مقدار عددی؟ در زبان جاوا اسکریپت ما نوع مقدار ولیو رو به طور مستقیم تعریف نمی کنیم. ما می نویسیم ور، می نویسیم لت و خود جاوا اسکریپت برای ما تشخیص میده که میبینین این استرینگه. از کجا تشخیص میده؟ از مقداری که ما اینجا تعریف کردیم و نوشتیم. اگه من جای کنسول لاگ بگیرم و بنویسم type of variable name، تایپ این متغیر من رو به من بگو، اینجا من یک F12 بزنم، باید ببینید که اینجا نوشته استرینگ، یعنی نوع متغیر تو استرینگه. من تشخیص دادم که نوع متغیر تو استرینگ هست، ولی اینجا به طور مستقیم تعریف نمی کنم. ولی در نظر بگیرید در زبانی مثل سی شارپ که یک زبان شیگرایی هست، شما ملزم هستید که نوع مقدارتون رو مشخص بکنید. این ملزم هستید این امکان رو داره که مشخص بکنید. می نویسید string first name مثلا مهدی، int age. حالا ما انواع نوع متغیرهای عددی هم داریم مثل int، double، float، long، ulong که حالا این هم بسته هر زبان برنامه‌نویسی متغیره، ولی مثلا double برای اعداد اعشاری استفاده میشه، int برای اعداد صحیح استفاده میشه، بولیان که گفتیم true و false هست. ولی سی شارپ هم این امکان رو داره که شما بیای بنویسی ور و خودش بر اساس بر اساس نوع مقداری که بهش دادین تشخیص بده که آقا این الان چه نوع متغیریه، استرینگ یا نامبره یا چیز دیگه. این از این که ما گفتیم در متغیر سه قسمت داریم: نوع متغیرمون، اسم متغیرمون و مقداری که بهش میدیم. که گفتیم در زبان‌های مثل جاوا اسکریپت یا پایتون یا پی اچ پی که زبان‌های اسکریپتی هستن، شما با مقداری که دارین به متغیرتون میدین نوعش مشخص میشه. خب راحت تره، اما خانه کد میاد پایین تر. اما در زبان‌های مثل سی پلاس پلاس، سی شارپ، جاوا
شما باید نوع متغیرتون رو مشخص بکنید. عرضم حضور شما که این از این. یک نکته هم در رابطه با نوع مقداری بولیان یا ترو فالس هست که شاید خیلی ملموس نباشه که آقا این بولیان من یعنی چی. معمولا از بولیان یا ترو فالس برای شرط ها استفاده میشه. من مثلا بنویسم ایز اکتیو، آیا مثلا فعاله؟ اگه فعاله مثلا بیا برای من بنویس که عرضم حضور شما که مثلا این اکتیو هست. بعد در غیر این صورت، حالا ما به شرط ها هم بعدا آشنا خواهیم شدیم، فقط جهت عرضم حضور شما که آشنایی هست. خب این میگه که آقا این اکتیو نیست، چون من حالا اینو چی گذاشتم؟ فالس گذاشتم. حالا میتونیم به جای اصلا این از الرت هم استفاده بکنیم که کاملا برای ما شفاف بکنه. حالا اینجا هم از الرت استفاده میکنیم. پیشنهاده که میبینید داده میشه به خاطر اکستنشن هایی است که نصب هست. گفتم جهتت به من میگه که آقا این اکتیو نیست. چرا؟ چون مقدارش فالسه در شرط من. اگه من اینو ترو بکنم به من میگه آقا این الان اکتیو شد. در واقع کاربرد بولیان مثل یک فلک هست، مثل ترو فالس، درسته یا نادرسته، آیا صفر یا یک. این از مقدار عددی بولیان و نوعهای تعریف متغیر در جاوا اسکریپت. امیدوارم که لذت